اگر حال مرا پرسید با او بگو که شعله در پیراهنش بود. زهرا اگر حال مرا پرسید با او بگو که شعله در پیراهنش بود. اگر پرسید از چه پس نیامد بگو که ریسمان برگردنش بود. بگو که ریسمان برگردنش بود. زهرا در آنجا با محمد درد دل کن که محسن را به خاک و خون نشاندم. بگو دیدم به چشم ترک آنها علی را سوی مسجد می کشاندم. علی را سوی مسجد می کشاندم. علی را سوی مسجد می به به این زمزمه ها، به 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 این ناله ها. حالا که داری گریه می کنی یاد امام کردی، یاد رهبر کن، دعا برا رهبر کن. آقا فرمود من فقط درد دل برا امام زمان می کنم. فرمود من شکایتم رو پیش مهدی میبرم. یا مهدی خودت دستشو بگیر. سرباز یاورت خودت دستشو بگیر. فرمود شکایت رو به پیش مهدی میبرم، دعاش کن برادرم خواهرم. سفارش کردی خاطر از جبهه بگم چشم، برای اینکه یاد شهدا کنی، برای اینکه این محفل این اشعار رو هدیه به امام راحل و رهبر و شهدا کنی. میگم برای عملیات فتح المبین. ای کاش چراغا همه خاموش میشد. عیبی نداره حالا این تصویرم فعلا پخش نشه، حال مجلس باشه. عملیات فتح المبین. عزیزی برا من گفت خدا رحمتش کنه و درجاتش عالی کنه. در همان عملیات هم به فیض شهادت گفت داشتم می اومدم از کنار یک تپه، دیدم صدای ناله جوانی میاد. اومدم پشت تپه دیدم یک جوان خوش‌تیمار رعنا در خاک و خون داره می‌غلطه. اومدم کنارش زانو زدم، گفتم اگر کاری از دست من برمیاد بگو انجام بدم. آتش دشمن سنگینه، وجب به وجب با گلوله ها اونجا رو بمبارون میکنه. گفت نه عزیز دلم کاری ندارم، فقط اگر تو قمقمه تو مقداری آب است به من بده، جگرم داره از تشنگی میسوزه. حسین فاطمه، اینا بچه های فاطمه بودن عزیزان. نگاه کردم تو قمقمه آبم، دیدم همه رو مصرف کردم، قطره آبی ندارم، شرمنده شدم. دم عزیز دلم آب رو مصرف کردم، آبی همراه من نیست. میدونی چه گفت؟ نمیخوام جگر تو رو بسوزونم عاشقان فاطمه، فقط میخوام بگم چه شهدایی دادیم، چه عزیزانی دادیم. میدونی چی گفت؟ والا که آب نداری زبانت رو روی زبان من بگذار. آخه جگرم داره میسوزه. قربون علی اکبر حسین برم. این جوان به علی اکبر امام حسین تحصیل کرد.
که اومد باباش گفت زبان روی زبان من بگذار، ببین زبان حسینم از تو خوشیده تره. علی با خاک آن شب درد دل کرد که از آزار زهرا دست بردار. در این دنیا غم بسیار دیدم، عزیزم را تو بیش از این میازار. حسین آن شب حسن را تسلیت داد، ولی زینب ز فرط ناله غش کرد. علی تا صبح صادق گریه می‌کرد، زمین از گریه‌اش رفع آتش کرد. بیتای آخر حسین آهسته با شیرین زبانی با آه و گریه مادر را صدا کرد. همه دیدم زهرا را که آن دم برای کودکش آغوش باز کرد، برای کودکش آغوش باز کرد. سلمان میگه نیمه شب نگرانم، اشکم سرازیره، چرا که خبر شهادت در شهر، شهادت فاطمه در شهر پیچیده بود. من رفتم بر آتشی جنازه زهرا، دیدم خبر دادن که علی میفرماد تشییع جنازه زهرا به تأثیر افتاد. اومدم خونه نیمه شب، گاهی نافله شب میخونم، گاهی قدم میزنم. یعنی خدایا دیگه مدینه زهرا رو نداد، بی خدا دیگه علی بی زهرا شده، باورم نمیشه. قدم میزنم، یه دفعه دیدم یکی داره در میزنه. خدایا این دل شب چیه در میزنه؟ اومدم در رو باز کردم، چشمم افتاد به میوه‌های دل فاطمه حسن و حسین. آروم آروم دارن گریه میکنن، آروم آروم داره اشک میریزه. میوه‌های دل فاطمه چرا شما اومدید؟ چه خبر شده؟ فرمودید من می اومدم، میدونید اصلا میوه دل زهرا چی گفت؟ فرمود سلمان بابا علیه السلام رسول، فرموده سلمان و منی سلمان بابا علیه السلام رسونده. فرموده اگه میخوای در تشییع جنازه زهرا شرکت کنی بیا، آخه زهرا وصیت کرده نیمه شب او رو غسل بدیم، نیمه شب او رو کفن کنیم.